کارمندان میلیسای توجیک به مقام دخل ناپذیری صاحب می باشند. حتی برای کشتار نیز به جوابگری جنایی کشیده نمی شوند. ابراز عقیده نمودند ساکنان شهر کولاب. ماه فوریه سال جاری کاپیتان میلیسای شعبه وزارت کارهای داخلی شهر کولاب سعید مومین اسلاموف کودک 15 ساله فردوس حلیموف را با نقلیاتش زده به هلاکت رساند، ولی عیبدار شونده را دستگیر نکردند. اکنون باشد خیشتباران هلاک شده در خوف هستند که جوابگری حالت مذکور را به خود هلاک شده بار میکنند. اطلاع میدهد آزیا پلوس. فاجعه مذکور شب 13 فوریه در نزد ترمینال کولاب واقع به وقوع پیوست. مفتش شعبه وزارت کارهای داخلی شهر کولاب کاپیتان میلیسا سعید مومین اسلاموف با نقلیات خود شهروند فردوس حلیموف 15 ساله طلبه مکتب رقم 6 شهر کولاب را زده به هلاکت رساند. در پروکراتورای شهر گفتند که پرونده مذکور در حال مخفی گردانیده شد. از آن وقت یک ماه سپری گشت و طبق اطلاع پروکراتور تفتیشات ادامه دارد. عین زمان تفتیشات ادامه دارد و چند مدت پس خلاصه آخرین برآورده می شود. اطلاع داد منبع در پروکراتورای شهر کولاب. به گفته او تفتیشات را تحلیل گیستولوژی جسد مرحوم معین می کند. تحلیل مذکور به ما انیق کرده می دهد که احتمالاً جوان به یگان کسلی به مانند کسلی روحی دچار شده بود یا نه. احتمال است که کسلی مذکور در راه اوج گرفت و جوان به زمین افتید و نقلیات او را زد. تحلیل مذکور اثبات خواهد کرد که آیا نقلیات او را زده است یا اینکه جوان با مرگ خود در آنجا فوتیده است، میگویند در پروکراتور. ولی به گفته های والدین پسر بچه صحت بود و طرز زندگی سالم می برد. وقتهای خالی همانند دیگر پسر بچه های تاجیکستان در بازار سبزوات می فروخت و به والدین کمک می کرد و با ورزش مشغول بود. یعنی والدین پسر بچه کسلی بودن او را انکار می کنند. دوستان و نزدیکان مرحوم فردوس میگویند که چند روز پس از حادثه نقلیاتی سعید مومین اسلاموف به جای زیست مرحوم آمده بود و والدین او را از دست کشیدن نوشتن شکایت باور کنند. در بیانات بنویسید که شما از کاپیتان میلیسا سعید مومین اسلاموف شکایت ندارید، گفت او. با طلب اصرارانه کاپیتان میلیسا والدین مجبور شدند در بیانات بنویسند که از او شکایت ندارند، میگویند نزدیکان مرحوم. اینچنین خیشتباران عائله حلیموف ها قید می نمایند که به نزد والدین مرحوم فردوس مادر کاپیتان سعید مومین اسلاموف نیز آمده بود. بخشیدن پسرش را و از نوشتن شکایت دست کشیدنشان را خواهش نمود. با آزمایش گیستولوژی که تفتیشات برده ایستاده است آیم به گفته های نزدیکان فردوس پسر بچه صحت بود. او پسری چالاک بود. پس از مکتب در بازار سخاوت شهر کولاب کارتوشکا می فروخت و هر روز 15 سومانی کار کرده به والدین خود برای عائله کم بضاعتش کمک می کرد. با ورزش مشغول بود. در وقتهای خالی فوتبال بازی می کرد. از سلامتیش شکایت نمی کرد، میگویند آنها، و خوف از آن دارند که اکنون او را کسلی بود و گویا خود به تگ چرخ نقلیات افتیده است. خلاصه می برارند.